سلام دوستان، امید که جور و صحتمند باشین. دوستان یک چیز را متوجه باشین که شما موبایل برای که هر کامپیوتری که اکانتی که استفاده میکنیم باید یک پاسورد بسیار منظم و قوی استفاده کنیم. بخاطر که این پاسورد ها زمینه زیر بسایت میسازه که بتونن هکرها داخل کامپیوتر ما شون فایل های ما رو دزدی کنن، اسناد ما رو دزدی کنن، کامپیوتر ما رو خرابی کنن یا با کامپیوتر ما اسناد مهم ما را از بین برن و کامپیوتر ما رو بتونن دسترسی پیدا کنن. و به همین خاطر که ما بتونیم امنیت ویندوز خود قوی بسازیم چی میکنیم؟ ما باید از یک پاسورد قوی برای کامپیوتر و اکانت خود استفاده کنیم. ما چی قسم میتونیم که این پاسورد کامپیوتر خود پاسورد قوی بتیم و یا میتونیم از اون چنجش کنیم و تبدیلش کنیم. پس چی میکنیم؟ میم در استارت و شما از اینجا ستنگ کلیک میکنید و اگر اینجا ستنگ هم نبود شما چی میکنید؟ دایرکت نشته میکنید که ستنگ بالای ستنگ نشته کردین انتر میکنین. بعد از که ستنگ انتر کردین میرین بالای کجا؟ اکانت. بعد از بالای اکانت کلیک کردین میشه آپشن بالای ساین ان آپشن. بالای ساین ان آپشن کلیک کردین. باز میین بالای پاسورد. پاسورد کلیک کنیم ببینید یک آپشن جدید باز میشه. مینوی جدید سرچ کلیک میکنید چه کارنت پاسورد میگیم. پاسوردی که فعلا استفاده میکنید اون پاسورد انتر کنید نشته میکنیم. بعد از چی میکنیم؟ نکست میکنیم. بعد میگن بیاین نیو پاسورد. دوستان متوجه باشین چند نکته مهم میره که ما باید در وقت پاسورد که نشته میکنیم و پاسورد که انتر میکنیم مد نظر بگیریم. اولین چیزی که حداقل از 8 کرکتر کم نباشه. باید 12 و 16 کرکتر باشه و حداقلش 8 کرکتر باشه، از او کمتر نباشه. و در پاسورد خود ما از حروف کوچک و بزرگ استفاده کنیم. مثلا A تا Z بزرگ و A تا Z کوچک استفاده میکنیم. و یه دیگه چیزی که ما از اعداد استفاده کنیم، 0 تا 9 هم در پاسوردهای ما باشه. و یا سمبول ها هم باید استفاده کنیم، مثل اد است، اش است، دلار ساین است، پرسنتیج و غیره سمبول که در کامپیوتر است و ما میتونیم از استفاده کنیم. و چیزایی که مهم است که ما باید استفاده نکنیم چی است؟ اطلاعات شخصی ما، مثلا نام خود استفاده نکنیم، تاریخ تولد خود استفاده نکنیم و یا اون پاسورد را که قابل حدس زدن باشه که ما بتونن هر کس حدس زدن با نام و عکس ما ببینن بتونن اون پاسورد پیدا کنن باشه. پس این چیزا نباید استفاده کنیم. و مثلا شما کوشش کنید که هر جمله پاسپورتتون یک جمله عبوری باشه، یک چیزی باشه که مثلا شما بتونید مثلا یاد به یادتان بکنه. مثلا یک جمله رو نوشته کنید که درش امی سمبولا و چیزا رو استفاده کنید که یادتان باشه. خب ما میم بالای چه قسم میتونیم چنج کنیم؟ بعضی که ما پاسورد قبلی خود دادیم نکست کردیم میگه نیو پاسورد. میگه بگوین که نیو پاسورد رو چی نوشته میکنیم. ما نیو پاسورد خود میتیم. بعد از اون چی میکنیم؟ کانفرمش میگیم. پاسوردی که بالا دادیم با این هم چی میکنیم؟ اون رو کانفرم میکنیم، یعنی اون پاسورد دوباره نوشته میکنیم. و دیگه میگیم سر چی؟ پاسورد هند. پاسورد چی است؟ پاسورد هند یعنی یک نقل وارد که ما هر بار این کلمه را که ببینیم چه پاسورد ما یادم باید. هر آن چیزی که شما میتونید اینجا نوشته کنید. مثلا هر آن مثلا ما اگر ببینیم مثلا امی کلمه را که ببینیم یادم باید که ما چی پاسورد به ایجاد دادیم. این پاسورد دیگه نیست، مثلا یک هند یک نقل برش نوشته میکنیم. و دوباره چی میکنیم؟ نکست میکنیم و باز فرش میکنیم. این بود طریقه پاسورد چنج کردن. به خاطر دیدیم که افکت کنه چی میکنیم؟ ما شما کلوز میکنیم، میریم یک بار ساین اوت و یا دوباره یک ساین این میکنیم که پاسورد ما درست کار میکنه و یا نه. ما یک ساین اوت کردیم. پس بیم پاسورد جدید خود انتر بکنیم. ببینید پاسورد جدید ما را قبول کرد. و این بود طریقه که ما بتونیم پاسورد خود تبدیل کنیم و بتونیم کامپیوتر خود سکیور بسازیم. و یک چیز را متوجه بشین، شما با هر یوزر تان و یک کامپیوتر تان یک پاسورد خاص داشته باشین تا این زمینه از اگر یک کامپیوتر تان یا دیوایس تان اکانت تان لاک میشه، پاسورد تان هک میشه، دیگه دیوایس ها و یک کامپیوتر تان پاسوردش ولنریبل نشد که از دیگه نتان رو پیدا کنه. روز خوش، خدا نگهدار.